برای جمله امروز روز عید است، نماز روزه و عید سعید است. و درگاه خداوند اندر این روز دعا سازیم به مادرهای دلسوز. خداوندا غریبان وطن را چنان کن که نبینن رنج و غم را. زی هر مشکل رها کن جمع ما را، فروزان کن به هر جا شمع ما را. یا ربی بجوز تو یاور نیست آدمی را، تو هستی که بگیری هر کمی را. الحمدلله. به محتاجان و درویشان نظر کن، حیات ما غریبان بی خطر کن. در این روز سعید، در این فصل سال، زمین را تر بکن از رحمت خیش. گوارا کن تو هر رنجور و دلریش. به حق مصطفی بشنو تو ما را، کشا از رحمتت باب سما را. بازم دعا میکنیم در این روز سعیدی رمضان همه آن مشکلات ها را از برای تمام مسلمان ها برداشته گرداند. آمین.